میگن اگر موت بلنده موتو گره بزن به یال اسب، فکرتو میخونی. تو زندگی خیلی شبیه اسب سواریه. ذهنت انگار با اسب یکی میشه و اسبم ذهنش با تو یکی میشه. قبل از اینکه تو حرکت رو بخوای روش پیاده کنی تو ذهنت آوردی و اسب اون کار رو اصلا انجام داده و قلق کامل دستت. مادامی که ذهنتون با زندگی یکیه دارید موفقیت رو تجربه میکنید و تو مسیر خیلی خوبی هستید. حالا این یعنی چی؟ اگه ذهنت با اسبت یکسان نشده باشه و مچ نشده باشه، اسب پرتت میکنه پایین. سوار میشی پرتت میکنه پایین، سوار میشی پرتت میکنه پایین. زندگی هم همین. تا وقتی ذهنت با زندگی یکی نشده باشه، سوارشی پرت میشی پایین. تو زندگیتون با ذهن خودتون زندگی کنید. این تعریف درست زندگی. من هیچ وقت رگه دادن یه فرمول یکسان ندارم. مثلا فرمول یکسانی واسه رسیدن به موفقیت وجود نداره. ولی باید بشناسی خودتو. قواعد رو بدونی، قاعده ها رو بدونی، خودتو بشناسی و بتونی زندگی رو بسازی. اگر دارید تو زندگیتون چپ و راست از اون اسب میخورید زمین، ذهنتون با زندگیتون یکی نیست.